با سلام، سعید عطایی هستم. توی این درس میخوام بهتون یاد بدم چگونه در برنامه ماتریکس قسمت داخلی یک انگشتر رو به صورت کاملا دقیق و به صورت حرفه‌ای خالی کنیم. وارد برنامه ماتریکس میشیم. ما از قبل یه دونه انگشتر رو درست کردیم به صورت آماده و اینجا براتون گذاشتیم که ببینید به این صورت. برای اینکه بخواید داخل این انگشتر رو خالی کنید به صورت کاملا دقیق با ضخامت دلخواهتون وارد قسمت ترو فینگر میشیم. رینگ رو انتخاب میکنیم و از قسمت اینفو اند ستینگ باکس ادیت منو رو انتخاب میکنیم. توجه داشته باشید که در قسمت سایز XYZ اگر میخواید ضخامت انگشترتون به ضخامت 1 میلیمتر توش خالی بشه همیشه باید 2 برابر انتخاب کنید، چون این سایز هر دو مورد یکی انتخاب میکنه. مثلا اگر میخواین ضخامت انگشترتون 1 میلیمتر باشه باید 2 میلیمتر انتخاب کنید. حالا ما میخوایم ضخامت انگشترمون نیم میلیمتر یا همون 50 در باشه، برای همین 1 میلیمتر کم میکنیم. میایم از قسمت X 1 میلیمتر، از قسمت Y دوباره 1 میلیمتر و از قسمت Z هم دوباره 1 میلیمتر انتخاب میکنیم. توجه داشته باشید که در این قسمت کپی آبجکت رو تیکش رو بزنیم. حتما اپلای میکنیم و میبندیم پنجره رو. حالا این قسمت داخلی رو یه رنگ دیگه بهش میدیم. وارد بخش کرو میشیم، آرک رو انتخاب میکنیم، لایه اصلی رو میبندیم، نقطه کلید F4 رو فشار میدیم و از نقطه F4 به اندازه دلخواه یک آرک رسم میکنیم. این برای اینه که بعداً که انگشتر ساخته شد خواستن سایز انگشتر رو دوباره کم یا زیاد کنن بتونن این کار رو انجام بدن. خب یه آرک میسازیم. دوباره از قسمت کرو پلی لاین رو انتخاب میکنیم، کلیک میکنیم و دکمه F4 رو فشار میدیم. دوباره اون آخر خط رو انتخاب میکنیم و از دستور خارج میشیم. حالا به قسمت پرسپکتیو میایم و لایمون رو انتخاب میکنیم، این دوتا خطی که کشیدیم و جوینش میکنیم. حالا در قسمت سالید اکسترود کرو انتخاب میکنیم و قسمت سالیدش رو یس میکنیم و یه همچین حجمی هم درست میکنیم. حالا از قسمت کاتر بولیان بولدر رو انتخاب میکنیم. این حجم رو به عنوان کاتر انتخاب میکنیم و این حجم انگشتر داخلی رو به عنوان آبجکت انتخاب میکنیم و دو بولیان رو میزنیم. یه همچین شکلی به ما میده، این هم حذفش میکنیم. دوباره وارد ترو فینگر میشیم، کرو انتخاب میکنیم، یه سینگل لاین انتخاب کنیم و از مرکز یه خط صاف میکشیم با نگه داشتن کلید شیفت. حالا اسپلیت رو انتخاب میکنیم، انگشتر داخلیمون انتخاب میکنیم، کلیک راست و نسبت به اون خط اسپلیتش میکنیم. حالا این تیکه رو پاکش میکنیم، اون یکی خط رو پاکش میکنیم، زوم میکنیم و از این قسمت وارد گزینه ترانسفر میشیم
بند رو انتخاب میکنیم. آبجکتمون که میخوایم عمل بند روش انجام بشه رو انتخاب میکنیم و یه همچین خطی رو میکشیم و بعد این را به اینا سب کنیم فعال میکنیم و اینو میاریمش یه مقدار بالا به این صورت. و دوباره همین لایه رو خاموشش میکنیم. دوباره این لایه رو انتخاب میکنیم، میرورش میکنیم. انتخاب میکنیم هر دوتا را، جوینشون میکنیم. حالا لایه رو روشن میکنیم. از قسمت بولیان بولدر لایه قرمز رنگ رو در قسمت کاتر انتخاب میکنیم و لایه سبز رنگ را در قسمت آبجکت انتخاب میکنیم و دو بولیان رو میزنیم. خب این قسمت وارد میشیم، قسمت پرسپکتیو، و میبینید که خیلی شیک و خیلی تمیز داخلش خالی شده.